سلام خدمت دوستان عزیز. امروز میخوایم نحوه بستن دستگاه pH زنی و دوز ژنراتور و سیستم گرمایش استخر توضیح بدیم که نحوه نصبشون به چه صورته. حالا استخری که ما الان جمع کردیم یه دونه فواره داره که شامل یه ورودی و یه خروجی می باشه که این هیچی. ما از قسمت فیلتراسیون براتون توضیح میدم که فیلتراسیون یک کلکتور شامل دپو، ورودی استخر و ورودی لوله‌ای که برای جارو استفاده میشه، از خروجی میاد برای فیلتراسیون که به قسمت بالایی بسته میشه، خروجی پمپ به اینجا بسته میشه، از اینجا آب تصفیه شده میاد بالا. اینجا ما از شیفلک‌های بایپاس استفاده کردیم که ترتیبش به این صورته که آب میاد به اینجا کنترل میشه به دستگاه pH اگر نیاز وجود داشته باشه تزریق میکنه بعد دستگاه ژنراتور. این دستگاه چیکار میکنه؟ استخرایی که از نمک استفاده میشه، نمک میاد اینجا، نمک NaOH گرفته میشه از طریق این دستگاه و کلورش به استخر اضافه میشه، بعدش میره وارد سیستم گرمایشی میشه و از اونجا آب وارد میشه که همینجور که میبینید. حالا اینجا بهتر مشخصه، از ورودیش میره اونجا بایپاس گذاشتیم براش، میره گرم میشه و بعد از اونجا وارد استخرمون میشه. امیدوارم که مفید واقع شده باشه.